ببینید صبحانه و نهار و شامی را که اکنون آقای خامنه ای ازش استفاده می کند اون رک و راست از دل، از قلوه، از مغز و از جگر جوانان ایران است. این اصل ماجرا. اصلا چرا شبانه دفن می کند؟ دفن دستور میداد سریع دفن. چون میدونید در ایران کسی نمیتونه بدون اجازه ولی فقیه دفن میشود. چرا سریع انقلابی دفن میکند؟ برای اینکه کسی سر در نیاره، او جگرش در میاره میخوره. این حرف خیلی سنگین است برای بازماندگان آقای محسن شکاری هم کار. اگر شما برید محسن ایرانی را یا دیگر از کودکان به نوجوانان ایرانی را که شبانه دفن میشوند از جلوی چشما وقتی غایب بشوند اونا رو شکار میکنه و قلبشون رو قلبهشون رو این دل قلبه این جوانا رو در میاره. خیلی هم مرتب، خیلی هم با آب و تاب. مثلا همین کسی چیزی سر در نیاره منصور خجسته بگیر این رو درست به صبحانه بخوری سریع انقلابی دفنش کردن که کسی سر در نیاره. حالا جرأت دارید برید نفش قبر بکنید؟ نمیتونید. جرأت دارید بکنید؟ اگر تو کالبد اونها قلب بود، اگر تو کالبد اونها کبد و جگر بود، اگر اونها قلبه داشتن یعنی کلیه داشتن، ندارن، همه رو گرفته.